با کوله‌باری سنگین از دستاوردهای 6 دهه، با جایگاهی از جنس اعتبار، با آرمانی از جنس تعهد به سلامت انسانها، بر بنیانی از تخصص و فراتر از تخصص. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی از همان روزهای نخست که دانشگاه ملی صدایش می‌کردند، همواره چرخه‌ای از رشد، امید و آینده نگری و حرکت بوده است. دانشگاه بزرگ علوم پزشکی شهید بهشتی همکنون و در دهه هفتم عمر خود با مدیریت 12 دانشکده، 12 مرکز پزشکی آموزشی درمانی و 8 بیمارستان، مانند همیشه یکی از برترین مراکز آموزشی ایران بوده و ورود به دانشکده‌هایش هدف نهایی بسیاری از علاقمندان به حوزه‌های علوم پزشکی بوده است. امروز 14,000 دانشجوی شاغل به تحصیل در 117 رشته و 8 مقطع با پشتوانه بیش از 1400 عضو هیئت علمی در مسیر تبدیل شدن به متخصصانی متعهد گام برمی‌دارند و بیش از 72,000 دانش آموخته دانشگاه همکنون در سراسر ایران زمین و جهان سرمنشأ ارائه خدمات سلامت شدند. پژوهش پلی است میان لحظه الهام یک ایده و لحظه‌ای که آن ایده به تحقق می‌پیوندد. فراهم بودن بستر ایده پردازی و باربری این ایده ها در 6 پژوهشکده، 77 مرکز تحقیقات، 5 مرکز رشد و 105 شرکت فناور و دانش بنیان به دستاوردهایی منجر شده که ارتقای چشمگیر دانشگاه را در رتبه بندی‌های جهانی نظیر لایدن و وبومتریکس به همراه داشته است. بهره‌مندی از همراهی نیروهای متخصص و متعهدی که همگی در همین دانشگاه پرورش یافتند، در کنار بروزترین تجهیزات و امکانات کلینیکی و پاراکلینیکی، دانشگاه را به یک قطب درمانی پیشرو در منطقه تبدیل کرده که حالا با در اختیار داشتن 20 بیمارستان تکیه‌گاه محکمی جهت ارائه خدمت به بیماران از سراسر کشور است. نتیجه تعهد به سلامتی تمامی آحاد جامعه و تخصص کادر درمانی، ارائه خدمات سالانه به بیش از 1,500,000 مراجعه سرپایی و 120,000 عمل جراحی پیچیده است که در کنار مسیر آموزش پایدار در حرکتی مداوم رو به پیشرفت است. بهداشت گام اول سلامتی و از حقوق ابتدایی و اصلی مردم این مرز و بوم است که تأمین آن همواره از اهداف اصلی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی بوده است. این دانشگاه با بکارگیری 10 مرکز بهداشت و شبکه بهداشت و درمان، 104 مرکز خدمات جامعه سلامت، 276 پایگاه سلامت و 122 خانه بهداشت، مراقبت از سلامت شهروندان جامعه را دغدغه اصلی خود می‌داند. نظارت کامل بر تولید مواد غذایی، داروخانه‌ها و آزمایشگاه مسیری است که در آن تلاش می‌کنیم تا گزندی خودخواسته یا ناخواسته جامعه 6 میلیونی تحت پوشش این دانشگاه را تهدید نکند. اینجا زنجیر افتخار از دانش تا خدمت تکمیل است.